سلام دوستان، روزتون بخیر باشه. امروز خدمتتون هستم با یه آموزش دیگه که این آموزش مخصوص کریسمس هست. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید ازش. برای این آموزش من نیاز دارم به ورق موم عسلی رنگ سبز که به این شکل میبینید از وسط قرار هستش که جدا بشه. میتونید از ورق استاندارد استفاده کنید که یه شمع استاندارد هم تقریبا بهتون میده، ولی باز خودتون میتونید اندازه ها رو تغییر بدید. به همین شکل که میبینید از هم دیگه جدا میکنم و فتیلم روی به یه مقدار بزرگتر از صفحه برای اینکه بتونم فعالیت فنری بهش بدم قرار میدم و توی این مرحله فیکسش میکنم رو از همین قسمت کارم رو رول میکنم. فقط دقت کنید که باد سشوار همراه کارتون باشه، به خاطر اینکه تایمی که الان هستیم یه مقدار هوا سرده و امکان داره که کارتون ورقتون وسط بشکنه. بعدش که کارم فیکس کردم به این شکل در میاد. برای قسمت بالا هم میتونید یه مقدار با حرکت دستتون بهش حالت بدید. برای قسمت فتیله هم میتونید با استفاده از یک قلال دندون اون قسمت رو یه مقدار حالت بدید و به شکل فنری بدید. حالا من این کارم رو میخوام داخل وارمرم فیکس کنم. برای اینم به یه دونه جای وارمر نیاز دارم که شما میتونید از جای وارمر فلزی یا به این شکل که من دارم تلقی استفاده کنید. برای اینکه بتونم کارم رو داخلش قرار بدم نیاز دارم به یه مقداری ورق موم عسلی رنگ قهوه‌ای که حالت ساقه درخت و در واقع تنه درخت رو بهش بده. به خاطر همین من اندازه رو با استفاده از اندازه که وارمرم داره فیکس میکنم و برش میزنم. حالا وقتشه که دور در واقع تنه درختم بپیچم این کار رو. فقط یه مقدار چون اینجا هوا سرد بود همینطور که میبینید کار من ترک خورد، ولی خب ایرادی نداره، من میخوام کارم رو دورش بپیچم و مشکل ایجاد نمیکنه. با حرارت دستم و اینجا اگر خیلی سرد باشه باید با استفاده از سشوار این کار رو انجام بدین که اصلا کارتون ترک نخوره. این رو به همین شکل که میبینید رولش میکنیم و داخل وارمر جای وارمر قرار میدیم ببینیم اندازه شده یا نه. اینجا من الان این کار کردم و دیدم که اندازه نشده، به خاطر همین دوباره مجددا یه مقدار دیگه از اون ورق رنگ قهوه‌ای استفاده کردم و دور تنه درختم در واقع پیچیدم. این کار رو میتونید تا جای ادامه بدید که نیاز هست و داخل وارمرتون پر میشه. برای روی تنه درخت کریسمستون میتونید از رنگ قرمز استفاده کنید یا از رنگ زرد و یه سری تیکه های مربع شکل یا به شکل ستاره رو برش بزنید و داخل تنه درختتون وصل کنید. اصلا کار سخت نیست. میتونید اگر نمیتونید مثلا حالت ستاره یا مربع رو بزنید با کاترهای خیلی ریز برای این کار هستش که میتونید با اونا بزنید. ولی اگر دوست داشتید میتونید با دستتون کاملا این کار رو انجام بدید. اصلا کار سخت نیست. به همین شکل که میبینید برش میزنید و روی درختتون نصب میکنید. این کارو میتونید با رنگ زرد هم انجام بدید. بستگی کاملا به سلیقه خودتون داره. قسمت اضافه فتیله رو همونطور که بهتون گفتم میتونید جدا کنید و بقیه‌اش رو با استفاده از خلال دندون یا سیخ چوبی یه مقداری حالت بدید. من اینجا دیگه با دست مقداری بهش حالت دادم و شما میتونید با استفاده از سیخ چوبی یا خلال دندون این کار رو انجام بدید. برای قسمت پایینش هم حتی میتونید بعداً یه پاپیون با استفاده از ورق موم عسلیتون درست کنید یا اینکه فقط یه نوار قرمز رو به قسمت پایینش بپیچید و پایینش کاملا کاور میشه و مشخص نمیشه. البته چیز خاصی هم مشخص نیست، ولی خب برای زیباتر شدن کارتون میتونین کار رو انجام بدید. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشین. با آموزش های بعدی همراه من باشین.